آدما رو الکی گنده نکنید، نه تو دوستا، نه تو فامیل، نه تو محل. هر کی حساب بانکیش چند تا صفر بیشتر داره، هر سال یه سفر خارج میره، چند تا مغازه و ملک و ماشین داره، لزوما بزرگ و با شخصیت نیست. هر کی ریش گذاشته تسبیح میندازه دور دستش، جانماز آب میکشه، لزوما با خدا نیست. برو بیا داشتن و احترام ظاهری گرفتن دلیل بر بزرگی طرف نیست. آدما رو الکی گنده نکنید که وقتی سنشون بالا رفت و نقابشون افتاد جا بخورید. آخه آدم هرچی سنش میره بالا کم حوصله تر میشه، دیگه ادا در نمیاره، خود واقعیشو نشون میده. اون وقته که تازه میفهمی این آدمی که انقدر گندش کرده بودین همش ادا بوده. بزرگی نه تو پوله، نه تو ریش و تسبیح، نه تو اون احترام مصنوعی که از بقیه میگیره. بزرگ اونیه که وقتی میره همه حس میکنن یتیم شدن. زن و مردم نداره. بزرگی به دل آدمه، به ردیه که تو دل آدم جا میذاره.